رفیقای گل سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. امروز ما میخوایم که آهنگی کدام شعر است که به دروازه باشه ایره میخوایم براتون درس بتیم. دوستا عزیز، ما یک بار آهسته کار میکنم. البته گام یا مکرچ ما از نوت مای آزاد گرفتیم. تالش هم تال دادری افشاری است. حالا پیش 3 بار شروعش. جان نگین دست پن نگین دست تی خود را میده کردم. ما امسالا شقی را تو بکردم. ما امسالا شقی را تو بکردم. یک بار دیگه روانتر کار میکنم. جان نگین دست قن نگین دست خود را میده کردم. ما امسالا شقی را تو بکردم. ما امسالا بازم آهسته کار میکنم، شمرده شمرده. جان نگین دست قن نگین دست تی خود را میده کردم. ما امسالا شقی را تو بکردم. ما امسالا مصر دومش. کدام شعر است که به دروازه باشد؟ کدام یار است که به یار زنده باشد؟ کدام یار است نگین دست که خود را میده کردم. ما امسالا شقی را تو بکردم. ما امسالا یک بار دیگه سرعت بالاتر میبرم. نگین دست جان نگین دست خود را میده کردم. ما امسالا شقی را تو بکردم. ما امسالا که به دروازه باشد؟ کدام یار است که به یار زنده باشد؟ کدام یار است جان نگین دست خود را میده کردم. ما امسالا شقی را تو بکردم. ما امسالا ریتمش دادری افشاری کار میشه. باز اینی شکلی کار بکنیم. یک دو سه چار یک دو سه چار یک دو سه چار یک دو سه چار یک دو سه چار. یک تبل، 2 انگشت اشاره، 3 تبل، 4 هم انگشت اشاره. 1 2 3 4 1 2 3 4. جان نگین دست خود را میده کردم. ما امسالا شقی را تو بکردم. ما امسالا کدام شعر است که به دروازه باشد؟
اینطوری کار میشه. خلاصش باز یک دو سه چهار